برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود و احترام به یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم. امروز باز هم درباره واروخ گپ میزنیم و هم درباره عزت امانها. اینها درباره واروخ گپ‌های کلان زدند. هم قرقیزستان هم تاجیکستان بعد از زده خورده سنه 29 اپریل گفتن تا 9 می 112 کیلومتر مرز دیمارکاسیا و دلیمیتاسیا می شود. شد نشد هیچ کس خبر ندارد. فقط اینها به شکار مردم آورند. مردم شکار کرده ایستادند و کوشش دارند باز هم یگان فتنه دیگری را برخیزانند، اما برای چی هیچ کس نمیداند. حالا کمتر ببینیم در برنامه امروزه که اینها به چی کار آورند، چی کار کرده ایستادند و چی میخواهند از مردم. سبب اساسی دست درازی قرقیزها به زمین‌های تاجیکستان در اسفره همچنین بازداشت و تحقیر ساکنان محلی از جانب همسایه‌ها، غصب اموال و دیگر بیدادی و قانون شکنی‌های آنها را نسبت ساکنان تهجایی همچنین شهروندان تاجیکستان را مردم محل در تعقیب خودی‌ها از جانب مقامات تاجیک می‌دانند. ما طول این چند روز و ماه هاست که با مردم نزد مرزی، با مردم جماعت دیهات واروخ، محله سامانیان، خواجه علا، افچ قلعچه صحبت ها داریم. با آنها زنگ میزنیم، آنها با ما زنگ میزنند، شرایط ها را پرسیده میستیم. به گفته 10 ها ساکن واروخ و چارکو خواجه علا که ما با آنها در تماس هستیم و با ما هم صحبت شدند، تنها آزاد گذاشتن ساکنان محل در مناسبت با همسایه ها کافی است که خود مردم کیها به بیدادگری های قرقیز خاتمه دهد. این ادعای ساکنان محل را انا همین نیزای اخیر مرز شب 28 و 29 30 اخیر ماه اپریل شد که اهمیت ثابت کرد. همگی 2 روز به مردم اختیار دادن. به همین مردم محل کافی بود که ساکنان 4 دهه قرقیز که در زمین های غصب شده بنیاد شده اند همراه با سرحدبانان و نظامیانشان 10 کیلومتر دورتر گریخته روند. خانه و زمینشان را پرتفتن گریخته رفتند 10 کیلومتر. حالا همون نوار فرار قرقیزها از دهه هایشان را بینید چه خیل به وحشت افتاده گریخته ایستاده اند. از بالای جویبار چه خیل با وحشت خس میزنند. همین خیل تنگ آمده است. خانه را پرتافتگی، زمین تلاشی را پرتافتگی گریخته رفته ایستادند. برای چی این خیل شد؟ برای این خیل شد که این دفعه نظامیان ما از جانب مردم پشتیبانی دیدند. مردم راه بلدی کرد. مردم همراهشان بود. کتف به کتفشان بود. در صفشان بود مردم. تا امروز صدها ساکن واروخ و چارکو و خواجه علا با جرم
مقابلیت نشان دادن به غصب زمین هایشان مورد تعقیب مقامات تاجیکستان قرار گرفته. برخی زندان، برخی فراری و برخی با دادن رشوه های بزرگ موقتا آزاد شده اند. همین نیزای اخیر ثابت کرد که نه حکومت و نه ارتش کشور بدون دستگیری و شرکت مردم نمیتواند در حفظ سرحد موفق شود. ولی اینها مردم را میگیرند، یک تا به یک تا فعالان را زندان میکنند، تعقیب میکنند، فشار میبیارند، گریزه میکنند. به نظر میرسد مقامات از همین نیزای دو روزه هیچ درس نگرفته است، یا اینکه خیلی کم درس گرفت. بسنده نه. ببینید همین 3-4 روز پیش یک دیگر مذاکره شد، سنه 17 می. در همین آخرین مذاکرات با جانب قرقیزستان مقامات تاجیکستان باز به گذشت شرمنده‌وار، یعنی جزا دادن شهروند خود بنابر مقابلیتش با قرقیزها راضی شدند. طبق اطلاع رادیوی آزادی با استناد به منبعش، تنها بعد از اجرای شرط جانب قرقیزستان، یعنی چاره‌جویی نسبت به رئیس محله تاجیکان واروخ غفور جورایف، عبور امن از دهه‌های قرقیزنشین تامین کرده شد. نمایندگان قرقیزستان دعوا کردند که غفور جورایف در لط و کوب ساکنان بازداشت شده قرقیز دست دارد. فهمیده ایستادید؟ طرف قرقیز چه خیل طلب دارد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان خبر داده است که در مذاکرات روز 17 می رهبران ولایت‌های سغد و بادکن اشتراک داشتند. همین کمیته دولتی امنیتی ملی میگوید که دو طرف به خلاصه رسیدند که آن شهروندان تاجیکستان که در لط و کوب ساکنان بازداشت شده قرقیزستان دست دارند به جوابگری کشیده می شوند. اما ساکنان قرقیز چی؟ همون قرقیز هایی که شهروندان تاجیکستان را بازداشت کرده زدند چی؟ هیچ حرف درباره به جوابگری کشیدن قرقیز هایی که شهروندان تاجیکستان را زدن نیست. 3 نظامی تاجیک اعضای گروه الفای کمیته دولتی امنیتی ملی را اول لط و کوب کرده سپس اسیر گرفتند. در این باره این کار را کیا کرده؟ قرقیز ها با همراهی نظامیانشان. در این باره هیچ گپی نیست. نماینده های کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و مقامات ولایت سغد و شهر اسفره هم مثل همیشه خاموش، هیچ گپ نیست و تا امروز هیچ اظهار نظر درباره این طرز حل شدن مسئله راهبندی نکردند. اما گناه غفور جورایف چی بود؟ رئیس محله تاجیکان واروخ. در این باره ما خبر داده بودیم، اما دست داشتن غفور جورایف از در بازداشت قرقیزهایی که غیر قانونی مرز تاجیکستان را عبور کرده به واروخ در آمده اند، درباره دست داشتن غفور جورایف ما معلومات نداشتیم. فقط معلومات ما این بود که ساکنان دهه اقصای قرقیزستان شهروندان تاجیکستان را در حالی که از واروخ به اسفره با مینیبوس می رفتند، در برآمد دههشان نزد مرز با گرفتن پیش راهی ماشین باز می دارند و مسافران را پیاده می کنند و لط و کوب می کنند از ماشین فراورده. 3 افسر گروه الفای تاجیکستان که کمی دورتر از چهارراه قرار داشتند شاهد حادثه می شوند. از دور می بینند که همین خیل شهروندان تاجیکستان را از مینیبوس فراورده زده لط و کوب کرده ایستادند. اینها
میخواهند که مناقشه رو پیشگیری کنند، میروند دویده به جای حادثه. اما مرزبانان قرغیز مسافران مینیبوس رو یک سو میگذارند و این 3 نفر رو لطوکوب میکنند، این 3 نفر افسری الفا رو، و با این قانع نشده آنها را اسیر میگیرند. طبق معلوماتی که به ما رسیده بود، همان روز این 3 نفر افسر گروهی الفای تاجیکستان در یک بنای سابق مسجد که در نزد مرز بوده است و آن را به باشگاهی افسران تبدیل دادند، نوبتداری میکردند. همان روز منبعی که به ما این خبر را رساند گفت که خودی همان روز به جانب تاجیکستان نیز میسر می شود چند نفر از باشندگان اقصای قرغیزستان را حین عبور غیرقانونی مرز بازداشت میکنند. همینجا غفور جورایف نیز بوده است، یعنی با کارنمایی، با چالاکی و چابوکی و جسارت و شجاعت غفور جورایف این ساکنان اقصای قرغیزستان در قلمرو تاجیکستان بازداشت می شوند. در نتیجه در یک گفت و شنید کوتاه ساعت 12 نصف روزی همان روز اسیران هر دو طرف مبادله می شوند. این اسیری گرفته‌اش را می دهد، قرغیزها هم اسیری گرفته‌اش را می دهد. حالا دیشب بود یا پریر شب بود، با فکرم پریر شب بود، ما با یک خویشاوند غفور جورایف صحبت کردیم. غفور جورایف برابر باخبر شدن از به اسارت افتادن سربازان تاجیک وارد قضیه می شود و با کمک نظامیان 3 قرغیز را که غیر قانونی مرز تاجیکستان را عبور کرده بودند دستگیر می کند. تنها همین هوشیاری و تذکاری جورایف باعث می شود که سربازان الفا در کوتاه‌ترین مدت از اسارت قرغیزها آزاد کرده شوند. حالا درباره این سربازان الفا بازداشت شدنش یگان رسانه نگفت، این را به ما از خود واروخ خبر دادند. حالا اگر غفور جورایف در حال وارد قضیه نمی شد و این مسئله را هوشیارانه حل نمی کرد، اگر این مسئله طول می کشید امکان داشت مشکل را بزرگتر سازد و جانب همسایه کشور علیه 3 سرباز تاجیک شاید پرونده میکشودند. مسئله پیچیده شده میرفت. مقامات قرغیزستان در مذاکرات همان روز یعنی 17 می برگزار شده ادعا کردند که شهروندان تاجیکستان 3 ساکن بازداشت شده اقصای را لطوکوب کردند و آنها را برای معالجه به بیمارستان بردند. اما جانب تاجیکستان هیچ دعوای درباره لطوکوب و بازداشت 3 سرباز الفا که در شاهدی 10 ها مسافر رخ داده است دعوای نمی کنند. جیم چی رسد به طلبی چاره دیدن نسبت لطوکوب کنندگان و اسیر گیرندگان؟ نفری که به ما معلومات داد از نزدیکان غفور جورایف به ما گفت که همان روز به او معاون سردار شعبه کمیته دولت امنیت ملی در چارکو زنگ زده میگوید که قرغیزها طلب دارند علیه شما پرونده باز شود و ما مجبور شدیم قبول کنیم، بنابراین از خانه اتان بیرون نروید. فهمیدید؟ به جای تشکر حبس خانگی میکنند. اکنون ببینید خود غفور جورایف در صفحه فیسبوکیش حبس خانگی شدنش را ضمناً تصدیق میکند. غفور جورایف در صفحه فیسبوکیش می نویسد که برای چی سالهای سال روزا اوساروا، تلای ابراگیموف و ارکین ژولچیف اغوای ماجراهای نزد سرحدی را تشکیل میکنند؟ از پشت آنها چندین نفر یردار کشته شد. آنها را یگان بار یگان مقامات قرغیز چاره‌جویی نکرد، برعکس مکافات ها دادند
و امروز مقامات و مردم قرغیز غفور جورایف میگوید که من را گناهکار کرده طلب دارند غفور جورایف چاره‌جویی کرده شود. این علامه‌وار نیست میگوید غفور جورایف. میپرسد. این سوال شاید به این مقامداران ما است. این تحقیر دولت و ملت نیست. این تحقیر دولت و ملت تاجیک نیست میگوید غفور جورایف. آیا رهبران ما اثبات کردن ایستادگری کردن نمیتوانند که گناهکار اصلی کیست؟ در دوام گپ‌های غفور جورایف قلب انسان را بی‌تیغ شکاف کرده میگذارد. ببینید چی میگوید. میگوید که من به تمام مقامات تاجیک مراجعت کرده میگویم اگر با محکم کردن من مشکلات مرزی حل شود آماده‌ام 25 سال زندانی شوم. من آماده‌ام اگر بر عوض جان من جنگ و جدال مرز قطع شود من پرانده شوم. ما کوشش کردیم با غفور جورایف تماس بگیریم در این مسئله بپرسیم اما امکان نشد. ببینید مقامات تاجیکستان در حال زیر بار قرغیزها می روند و شرط های تحقیرآمیز آنها را قبول و شهروندان خود را حبس می کنند که همسایه ها در فکر مسلح کردن ساکنان ناحیه های مرزی هستند. وای مقامداران کشور یک بار بنگرید خبرها را خوانید همسایه چیکار کرده ایستاده است. شما بسیار هم کار خوب میکنید و میگوید که این مسئله با راه گفت و شنید دیپلماتی باید حل شود. با راه گفت و شنید آسایشته باید حل شود. بسیار خوشبینانه. اما ببینید جانب مقابل چیکار کرده ایستاده است. جانب مقابل را بینید چیکار کرده ایستاده است. همسایه در فکر مسلح کردن ساکنان ناحیه های مرزی است. چند وکیلی ژاکارگو کنش پارلمانی قرغیزستان طرح قانونی را به بررسی گذاشتند که به ساکنان ناحیه های مرزی اجازت میدهد از سلاح استفاده کنند. قانون به تصویب رسانیده ایستادند که ساکنان نزد مرزی با تاجیکستان حق پیدا کنند از سلاح استفاده کنند. سلاح استفاده سلاح بر ضد کی؟ بر ضد شهروندان ما. این را قانونی کرده ایستادند. دیگر شهروندان ما را پراندن کشتن آنها طبق قانون به جوابگری نمیکشند. حقش بود میگویند. یکی از این وکیلان عبدالوهاب نوربایف که پیشنهاد کرده است به قانون درباره صلاحیت‌های نزد سرحدی قرغیزستان تغییرات وارد شود و گفته است به همه دادن سلاح درست نیست. باید به آنهای داده شود که تعلیم مخصوص را گذاشتند. حالا ببینید این گپ کاغذ پیچ است. یعنی به نزدیکی همه اهل محل استفاده سلاح آموزانیده می شود. استفاده سلاح. دعوایش چی است؟ دلیلش چی است؟ دلیلش این است که میگوید نسبت به نظامی هایی که از هر گرد و اطراف می روند در آنجا خدمت میکنند ساکنان بومی محل را خوب میدانند. قبلا حالت هایی بودند که نفران ملکی نظامیان را رهبلدی میکردند. اکنون میگوید که جای آن که به ساکنان سلاح تقسیم کرده شود گروه های مخصوص از حساب آنها سازمان داده می شود. از حساب همین مردم سلاح های به نام آنها ثبت شده در پاسگاه مرزی نگاه داشته می شود. در پاسگاه مرزی سلاح های بشمار نگاه داشته می شود به نام همین مردم مرز در نزد مرز زندگی می کردگی.
در صورت سر زدن نزاع آنها به سرحدبانان کمک میکنند. چگونه کمک میکنند؟ سلاحشان در نزد مرز در پاسگاه تیار است. میرن میگیرن به مرز به سرحدبانان کمک میکنند. گپی وکیل قرغیز را شنیده ایستاده؟ وکیل پارلمان قرغیزستان. ما چیکار کرده ایستادیم؟ ما هر یک فعال را تاکید کرده ایستادیم از خانه نبر را، وگرنه قرغیز ها ما را مجبور میکنند که ما تو را با آنها سپاریم یا تو را زندان کنیم. شما های مقام داران گزیته ها را مجبوری به مسجد ها میفروشید، به معلم ها میفروشید، به دکان ها به مغازه‌دار ها میفروشید. خودتان گزیت میخونید، اینترنت میخونید، سامانه های اینترنتی رو میخونید خودتان. یک از تصمیم های کشور همسایه قرغیزستان خبر دارید؟ این چی گپ خودش؟ همین روز آیا همه مقامداران تاجیک از خودشان میپرسند که این ما مجبور کرده ایستاده مردم را گزیت خر، معلم را گزیت خر، امام خطیب را گزیت خر، مؤذن را گزیت خر، به مسجد گزیت خر، به دکاندار گزیت خر گفته؟ یگان بار خودتان گزیت میخونید؟ این سوال را دادید؟ یگان صحیفه گزیت میخونید؟ خبرهای کشورهای همسایه را میخونید؟ وای مسئولین، مسئولی کاری بیخبر، گنگ و کر بیخبر به کی در کار است؟ از هیچ جا خبر ندارد، کورونه فعالیت میبرد. شما احتیاط کرده ایستادید، با طور آسایشته، با طور دیپلماتیک کار میبرید. همین در مبارزه دو ورزشکار درونی اکتاگون در اومد. طرف مقابل اصول زدن را پیش گرفت. همین به دهان بینی زده ایستاده است. شما در همینجا گپ میفهمانید می؟ چی قانون ها ممکن، چی قانون ها غیر ممکن، در حالی که شما داخل اکتاگون بای بیس پراول در آمدگی هستید. در اونجا پراول وجود ندارد. شما پراول میفهمانید می؟ بیس چند چیز خطا کردی، با طور دیپلماتی حل کنیم گفته. همسایه ریتم دیگر گرفته ایستاده است. یا بفهمانید همسایه ریتمش را با ریتم شما موافق کند، یا شما ریتمتان را با ریتم همسایه موافق کنید که یک مراد حاصل شود. همسایه خبر داد، در رسانه ها خواندیم، گفته شد که تا سنه 9 می باید 112 کیلومتر مرز معین کرده شود، علامت گذاری کرده شود، دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا کرده شود. شد می؟ کنی خبر؟ یگان گپ شد نشد. 9 می امروز 11 روز شد گذشت. چی حل کردیتون؟ با یگان خلاصه رسیدتون درباره اقلا همین 112 کیلومتری که گفتیتون. اینجا کجا بود؟ خط مرزی رقم فلان، خط نقطه مرزی رقم فلان وای رقمتون کدام است؟ کجا است؟ نام دهه، موضع نام دارد؟ برای چی با مردم با کد گم میزنید؟ با کد، با پرول گم میزنید با مردم؟ حالا یادتان باشد رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروف در یک مراجعتش به مردم گفته بود که ارتش کشورش به اصلاحات نیاز دارد. گفت که ما شاهدی حادثه های شدیم که به یک پارچگی کشور ما تهدید میکند. صادر جباروف تأسیس گروه های مسلح مردمی در ناحیه های مرزی را
از جزئی اصلاحات ارتش خونده بود. حالا به نزدیکی 5-6 روز پیشتر شهروندان ما رو بازداشت میکنند، زدلت کوبش میکنند، میگویند که ما از ارتش مردمی. ماشین ها رو بازداشت میکنند، ماشین هایی که از روسیه توسط قرقیزستان باید به تاجیکستان، توسط قزاقستان باید به تاجیکستان بیایند، از روسیه آمدگی ماشین ها. ببینید مقامات قرقیزستان تا بادکند میبیارد، همین کم در ماندگی. از بادکند به تاجیکستان گذراندن به زورش نمیرسد. مقامات ارتش مردمی سری کار میباید، میگوید که نه، اینها نمیگذرند تا مسئله مرزی حل نشود. مقامات به ارتش مردمی زورش نمیرسد. مثل همین روزه مقامات ما، فرانت خلقی هر کجا چی نامعقول میکند، مقامات زورش نمیرسد. فرانت خلقی تا حکومت کشور غصب کرده است، هیچ کسی چی گفته نمیتواند. این قرقیزستان هم خیلی شده ایستاده است. اکنون در ما، خصوصا در همین مرز، در اسفره، تا این زمان همه آنهایی که از مرز در اسفره حمایت کردند یا بنابر تعقیب های مقامات از کشور بیرون رفتند یا حبس شدند و حتی کشته شدند. نمونهش امین حاجی حلیم نظرزاده، حکومت دایم به نقطه های داغ این جنرال حاجی حلیم را میفرستاد. بالاخره چی شد؟ ترور شد، ترورش کردن. یا رئیس سابق بخش ولایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ساکنی چارکو، استاد ما دامولا نعیمجان سمیف، که نه تنها در حمایه مرزها اینها فعال بودند، خصوصا دامولا نعیمجان مرزبانان را با خوراک تامین میکردند، رفته خبر گرفته میسودند. بغیر از دامولا نعیمجان، حاجی بابا عبدالستار بابایف، سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه اسفره، همان مردم ناحیه اسفره میدوند، مردم چارکو میدوند، مردم واروخ میدوند، همین چست های در سرحد بوده میدونند، همین پگرند زستاوه ها میدونند، همش همین کماندر ها میدونند، همین عبدالستار بابایف رو هم میشناسد، نعیم جان سمیف رو هم میشناسد. مرد باشد برآمده بگوید، گپ زند. همین ها در یک سال چندین مراتبه اینها را با خوراک تامین میکردند، با پوشاک تامین میکردند، با همه لوازمات ضروری تامین میکردند. یکیش در زندان مرد، در زندان کشتن، گوین خطا نمیکنیم بیچاره را. دیگرش حالا در زندان است. در تمام مذاکره ها شرکت میکردند. نعیم جان سمیف، مشهور به دامولا نعیم جان، نه فقط در تاجیکستان آبروی عزت و حرمت احترام داشت، بلکه در نزد مردم قرقیز نیز آبروی عزت داشت، حرمت و احترام داشت. گپش را میگرفتند، گوش میکردند. فکر میکنی همه این زندان کردن ها، همه این تعقیب ها، همه این کشتن ها گویا طبق یک برنامه مخصوص ملت کشی رفته ایستاده است، نابود کنی ملت رفته ایستاده است؟ فکر میکنی عبدالستار بابایف در زندان به شهادت رسیدن، پیرمرد را بردن محکمش کردن، زندانش کردن، آخرش در زندان مرد. گناهش چی؟ گناهش کمک به مردم، دستگیری مردم، بیوه و بیچاره، مسکین، غریب، بیکس و بینوا بود. اما حالا چی؟ حالا
آیا بعد آرامتر شدن وضع به افراد مثل جورایف سرنوشت دیگران تهدید میکند؟ همین خیلی حالت پیشتر شده بود. عبدالخلاق گفته که آدم، حالا ما فامیلیاش رو نیافتیم، همین وارخه ها گفتند، همین خیلی از منفیت کشور پشتیبانی میکند. در مسئله مرز با قرغیزها سر به سر می شود. امنیت تاجیکستان به جای آن که به او رحمت گویند، تشکر گویند، او را در تعقیب قرار می دهند. چندین مراتبه به اداره امنیت برده مورد پرسجو قرار می دهند. این می گریزد می رود، از او تا به حال نام نشانی نیست، تا به حال به کشور برنگشته است. حالا اگر در مسئله مرزی بنابر نیاز پیدا کردنش به دلیران رژیم تاجیکستان تعقیبی آنها را موقتا نرمتر کرده است، در سطح‌های دیگر با سرعت تعقیب فشار ادامه دارد. مثال روشنش همین قصه ایزد امان است. قضیه را دیدید به کجا رفت؟ ایزد امان با کوشش هایش در چند سال اخیر توانسته بود آبرو و ریتینگ تاجیکان در روسیه را بالاتر برد. اما مقامات تاجیکستان چیکار کردند؟ دزدیدندش و با همین کارشان به ملتگرایان روس، به مقامات روس پیام دادند که میتوانید به تحقیر تاجیکان ادامه دادن گیرید. چه خیر خواهید با تاجیکستانیان رفتار کنید، با مهاجران تاجیک. حالا شاید تنها مثل مرز داغ شدن مسئله مهاجران در روسیه تواند که این رژیم کشوری ما را سر عقل بیاورد، یک کمتر کله‌اشان کار کند، یک کمتر به مردم رو بیارند. وگرنه وای بر حال این حکومت، وای بر حال این ملت. تماشاگران گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در پناه خداوند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net